السلام علیکم. حاضرین در تالار خوش آمدین. خوب هستین؟ بخیر؟ بیننده های عزیز شما را خوش آمدید میگیم به برنامه دم به دم. یک اسکرا میگه خود از تیاره من داختم به حساب فراشوت. بازم یک اسکرک مسکینک یک مادرک داشته و او را گفتم که خدا نندازی بچیم دم او اخیازش آمده امو سای منصبه گفته آمر سای به مرا ایلاکو که من خدا نمینم یک قصه دارم دست پایشان میلرزه برو بچیم گفته جیبک خود یک کاغذ کشیده گفتی نیره پیشت بگی همی سویچه که زدی کمی واز نشد تیز کده میره بخوان. یک ذره دلش جمع شد خدا کلمالا قیلا کد کالی هرچی سویچ میزنه واز نمیشه. آخری را که خان نوشته بود که بچیم دیگه حال خطا خوردی کلمه تا بخوان. شما را در انتظار نمیمونیم. سه مهمان بسیار خوب عزیز دوست داشتنی در برنامه خود داریم. هنرمند پر آوازه سابقه دار دوست داشتنی با صدای دلنشینشان در برنامه ما مهمان هستند آقای جواد غازیار و همچنان دو هنرمند جوان در پهلویشان آریان آرزو و اشرف آرزو و افتخار. خوب هستید بخیر بفرمایید. خوب هستید بخیر جانتان جور بخیر. آقای غازیار بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه ما. بسیار زیاد تشکر جلالیش بزرگوار که بار دوم باز برای من افتخار بخشیدین که ما در برنامه موفق و مردمی شما جان شما از شما تشکر، از پروڈوسر محترم برنامه تشکر، از تمام عزیزایی که در پشت کامera ها تشریف دارن تشکر. سلام گرم خدا خدمت هر هموطن عزیزی از طریق برنامه شما میکنم. خدا لطفاً با افتخار آقای غازیار. دو برادران نوجوان خوشنما خوش لباس خوش صدا آقای اشرف آرزو خوش آمدید. تشکر جناب سبقا زنده باشین. از ما اولتر سلام تقدیم میکنم برای شما حاضرین در تالار و از کمری خورشید برنامه زیبای دم به دم به تمام ملت افغانستان. خدا کنه یک برنامه خوب خوش با ما داشته باشن. ویلکم آقای. تشکر جناب. ما هم برنامه خواهی سلام خدا خدمت شما و خدمت علیکم میوان عزیزتان و از طریق تلویزیون خورشید بر تمام هموطنان عزیزم سلام تقدیم میکنم و حاضرین در تالار. زنده خوب هستین بخیر هستین آقای غازیار بخیر آمدین. همیشه می باشین یا از بیرون آمدین بازم؟ ما یک دو هفته میشه که در کابل آمدیم. خب و بنابراین شوقی که ما به موسیقی و به هموطنایم دارم که در خدمت هموطنا از طریق هنر ناچیز خود باشون باعث یک هنرجو فقط آمدم امروز شما رو زیارت کنم. شما زنده باشین خوش آمدین و شما همیشه می باشین. بله جناب ما بالاخره که آقای غازیار واره توانستین که مکمل اوار جمع بکنین شما هم باز خارج میرین؟ والا قسمت نصیب آدم گفته نمیتونه. اما چیز یعنی به تقدیر انسان تعلق میگیره. بعضی چیزا که به دست خود انسان است. اما اگر به می قسم که فعلا ما زندگی میکنیم از زندگی راضی هستیم شکر در وطن مسئول آرامی است. خداوند از اینکه بهتر آرامی رو بیاره که دوگانه هستین یا خرد و کلان هستین؟ نه خیر نه ما از اشرف جان کده بزرگ هستم. اول مستم پشت ما اشرف جان رضو برادرم که جاز کار میکنه. پشت اشرف جان اشرف جان است یعنی اشرف جان سومین بچه است. خودش هم هستیم یعنی باز پشت اینا پشت دی اجمل جان برادرم اجمل جان برادرم که خورده سه درس میخونه. او چی مینوازه؟ از درس میخونم جلوی سر. خب تاله دسلاف نکرده چی؟ نه خیر نه دسلاف نکرده. اما یک کار که آدم در آخر عمر میخواه بکنه امور از تفلی که شروع کنه. بله پخته بیاید. پخته میاید. بیخی دقیق. ما با تایید صحبت شما ما یک موضوع میخوایم که روشنی اسپارتم. دوستا لطف کردن که اینجا هستن ما برآمدیم منتها شرایط ما تا اینا فرق میکنه. حال فضل خدا شرایط بهتر است. یعنی قابل عزیز که آدم در این وطن نفس بکشه و زندگی بکنه در بین مردم خود. وقت دیگه یک راکت از شرق یکی از غرب یکی از شمال یکی از جنوب میامد کابل بیخی معاصره. تلون خرستی پدر. مگم در زمان شما باز آواز که کسی آواز میخواند به خصوص به رادیو یا به تلویزیون خیلی
جنجالای را پشت سر یعنی ریاضت های میکشید کارهای میکرد بالاخره بعد از اون مگر چانس کد شیاری میکرد میماندن که به خانه در غیر از اون ما اگر اجازه بتین پرگویی نشه صاحب اجازه است خدا شاهد است که وقتی که بدان رادیو تلویزیون ملی ما میرفتیم یا ریاست موسیقی وقت یک شخصیت هنری بسیار محبوب ما بود اگر بیاتان باشه به نام استاد هلال صاحب گفتن همون گندنده و گل سرشوی همین آهنگ خواننده گشنی چه تازه پاک و خوشبو یکی هم استاد نسیم صاحب که برادر بزرگوار استاد ارمان صاحب هستن دل شده مایلت یار تو بگو چطور کنم دل شده مایلت یار تو بگو چطور کنم همین خواننده بزرگوار بود. این دو نفر دان دروازه تشریف داشتن که اول از پیش از اینا بسیار مشکل بود که از تیر میشد. شما اعتبار به خدا کنید من نعیم جان کوپل یادشون بخیر رحیم جان میریار خدا طریق رحمت دل شده مایه رو از استاد گل سرشویی که خوانده بود. بله بسیار مشکل بود که از زمینا وقتی بر امتحان که میرفتیم که اول از زمینا تیر شویم باز وقتی که از یاد تیر میشدیم با زاری و روزها میرفتیم با 5 ماه و 4 ماه که تایار گیر میکردیم تایار نیک یا اجازه میده که برو بیادر چی اینجا خانه نیست که شما مین که باز وقتی که داردن سالون میرفتیم در تالار رادیو باز اونجا دیگه سر کار اساسی بود مردایی بودن نظیر استاد هاشم مرحوم استاد خیال بزرگوار آقای مددی صاحب دکتر صاحب ناشناس یعنی استادای بسیار پروفشنال موسیقی در اونجا تشریف داشتن که اینا میشتن امتحان میگیرن من خودم یک 30 دفعه ناکام ماندم بالاخره صاحب زحمت بکش تا یک آهنگ را کوتاه مکن زلف که دیوانه زلفم دیوانه و دل بسته به زولانه زلفم زولانه زلفم دیوانه و دل بسته به زولانه زلفم زولانه زلفم دل گفت که من هر بلبل بوستان جمالم این آهنگ خانو سر شعر از ناصر توری صاحب بود یادشان بخیر حال تشریف دارم امریکا کمپوش من خودم ساخته بودم این خوششان آمد دید گفت اینال بچه زحمت کشید وقتی که من یکی 2 پارچه دیگر خواندم دیگر روز ناشناس برای من گفت دکتر صاحب ناشناس ولی شاید صدای ما شما میشه گفت برو بهتر پیش میگه پا نگرد غیر از این آواز خوان دیگه هر چی شده میتونین این چی گپشان آمیادم و بسیار خوب گپان برای من زد که من رفتم زحمت کشیدم پارچه دوم و اول دوم سوم که شنید اسدجان انیل دوست هنرمند ما در امریکا تشریف دارن اینا زیادتر که دکتر صاحب ناشناس نزدیک بودن گفت همین بچه کی است که تو میخوانه گفت صاحب اون آدم است که گفتی گفت جواب داده بودی گفت امیر یک دفعه بیاد او آهنگ کدام آهنگ یک دراگ اسوری که نغمه سراس بیادشون بخیر حال در پاکستان هستن برو بابا گمش کو دلبر جان بابا گمش کو شب و روز می تپیدم که تا روی تو دیدم پس از یکم رو آخر فقط از تو شنیدم برو بابا گمش. یه اشعاری که من خانم از محترم نغمه سراس صاحب کمپوزیتور بسیار محبوب و شعر از استوار صاحب مرحوم بود دکتر صاحب مرا خواست گفت ما روز گپ زدمت که روز تو بخوانی وقت میتون به جوانا حال بسیار آسان حال خواستان از یک کلیپ میسازن میان جوانا میخوان کسان زحمت میکشه اینا ولی آفرین شد ولی یک سر بازخواستم نیست اول این خود من ولی که یه جا امتحان داده باشم در اینجا مرا میمونم این همه تو که مرا میمانند در اون وزارت خانه مینم تو بی بازخواست در ریاست همونم تو در هیچ کسی امتحان ناگرفته کار کده جلسه بیاداری کنم اگر شما هم زحمت نکشین شاید امروز اینجا نمیبودین یعنی اشخاص صاحب میگه هر کی از خدمت خود بر مقام میرسد اما باید آدم بزرگای خود قدر کرده تا به یک جا برسه یعنی هیچ کسی به جای سرمایه خود نرسیده دیگه ما هم کوشش میکنیم که پیروی از بزرگای عزیز بکنیم مثل از وزیر صاحب سرانگ صاحب بزرگای صاحب وضعیت ماست ما هم کوشش میکنیم که تا این بالاخره که تا مرحله که خودمون میخوایم تا اونجا برسیم یعنی مفت اینجا که سن آمده یعنی خودتون پیشتر خودتون گفتین که گفتین یعنی شما زحمت کشین تو به اینجا آمدین یک سوال تکنیکی آقای قاضیان امی هنرمند که دور از مجلس ما باشه کل باشه خوبیش میخونه یا مویدار والا صاحب من یک چیز براتون بگم هنرمند تولد میشه چی کل باشه چی مویدار چی کل باشه چی مویدار خوش استعداد ببینین مثلا زاده میشه بسیار هنرمندای ماست که موی نداره اما میخوانه دلتون از دلخانه میکشه
مثلا بسیار مویداراست که تمیم نالواری بسیار مویدارام است که میخوانند جگرتان خون میکنه برای 3 روز این حال اون تولد میشه هنر به زور نمیاده وجود یک انسان نمیاید برای استعداد که نباشه. ببینید خداداد مقام ظاهر مرحوم بله خداداد ظاهر ویدا خداداد رحیم جان میلیار خداداد دکتر صاحب ناشناس خداداد بعضی آواز است که ریاضتی است بله که ریاضت میکنن اگر 2 روز نخوره شما او رو شینده نمیتونید. صدای بسیار مطلوب که خوشایند است اما باز صداش که خدا داده دیگه مثلا بلبل میخونه خوشتان می زاقاق میزنه دیگر تان خوب میکنه. آقای قاضیار شما میتونین از چیزایی که در اختیار داریم استفاده بکنین و مستفید شوید. شما زنده باشین سید. انرژی داریم، مثلا سنیج داریم، ای پلاس داریم، رقمش مدلش در زمینش چیز دیگه هم داریم. پرتقال هم هست و هم از سنیج است. با اجازه شما بفرمایید. با بسته های مهمانی روشن کردیت بیشتر به دست آورید. بسته مهمانی 125 افغانی هفتوار روشن را فعال نمایید و 165 افغانی کردیت به دست آورید. بسته مهمانی 250 افغانی هفتوار روشن را فعال نموده و 350 افغانی کردیت به دست آورید و با فعال نمودن بسته مهمانی 450 افغانی هفتوار روشن 700 افغانی کردیت به دست آورید. همین حالا 555 را دایل نموده و برای فعال سازی بسته های دلخواهتان کلید 6 را فشار دهید و لحظات مهم زندگیتان را با عزیزانتان شریک سازید. روشن نزدیک شدن. ای خیر ببینید. شرکت عالی فرد با بیش از 35 سال تجربه بزرگترین تولید کننده آب میوه های طبیعی، شربت آب میوه های گازدار و نوشیدنی مالت در سایزها و بسته‌بندی های متفاوت از ایران می باشد که لذت و سلامتی را برای شما به ارمغان می آورد. سنیج دیگر هیچ. ای پلاس لایف بهترین انرژی A پلاس لایف بهترین انرژی کاملا متفاوت، آرامش دهنده ذهن شما و تقویت کننده جسم شما. A پلاس لایف کوریان ریت جنسنگ انرژی درینک. A پلاس لایف ساخت کوریای جنوبی. ریسیورهای دیجیتالی خورشید اگر می خواهید کیفیت نو را تجربه نمایید، ریسیورهای دیجیتالی خورشید تصویر و صدای شفاف را به خانه های شما می آورد. بسیار خوشخور است سنیج و دیگر هیچ. شما چه قسمش هم میل دارین؟ از دوست هر چیایت نیکوست. از دوست هر چیایت نیکوست. میریم به یک وقفه کوتاه و زود برمیگردیم. قدرمنو لیدونکو بیا هم خرغلست. آقای قاضیار ما در برنامه با حاضرین در تالار بعضی اوقات یک گیم بازی میکنیم، اما امروز گیم نیست. ما یک دوست ما همونجا میشناسمش، امروز با اونا یک مصاحبه اختصاصی اگه اجازه شما باشه. برای شیخ نیست. نه 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 نه. نامشان چیست؟ کمال جان. کمال جان بیاین. فقط بگوی در مورد لیلن دیدن میره. مانده نباشی. نامتان؟ کمالافا. چی؟ کمالافا. چی کار میکنی کمکوسیست؟ بیزنواز. بیزنواز؟ بله. خانه تان کجاست؟ ها؟ خانه تان کجاست؟ در خود کابل است.
از شنیدن که در لبخانی را زیاد میفهمه. لفظنگا چی میخوری؟ چی میخوری؟ ها؟ چی میخوری؟ اپلاس میخوری؟ بابا بامی میخورم. اپلاس میخوری؟ میبینی؟ تو که میگیرم نمیفهمه. خودت هم آواز میخوانی؟ می نوازم. ای گوشای دی جنگا تکلیف پیدا کرده. دیگران خراب کرده. چی خراب کرده؟ وسایل خراب کرده. وسایلا در بیخ گوش تو میمانن لاس بکره. خب در مایک بگو. نه خیلی کجا؟ در پشتر رو میمونه. ای گوشای تموا خراب کرده. نه آواز خانم میگه نه در پرد گم یا بلند میمونه بخی گفت مرد گوش ما را خوره. خیلی چرا که بلند میماله ای خوام سواری والا را هم کار محفل میسازه. تر شوه. ها؟ محفل تر شوه. محفل دقال مقال در جنگ تیر میکنه محفل. نه میگه محفل تر شوه که میگه در گواه محفل جمع شوه. خب خودت هم خواندن یاد داری؟ یکون زمزمه میکنم. یک زمزمه مست کن. در خاطرم قرار تو آبی مست است. گفتم مست. مست آه جبوت اگر تبستم یک روزی راهم دارم زندگانی عزیزم همچه دیم غیره برو تکر خود دنیا تیرست رای نزن تا بابا رای نزن سر عشقی دارم صبر کن صبر کن خودت مشنوی که میخوانی یک اردو بخوان اردو هندی تیز दिल मेरे कहा न तुम के मोहब्बत हो गए तुम के मेरे जान में दिलबर मेरा है तो प्यार करो मेरे धड़कनों तो कंदो तुमसे मुझसे प्यार कर लो لا 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 مگه می خب پراجیتی بودی آهنگت خیلی جگرخونیم دارم این فیلم آهنگ آگیا رو یاد داری؟ شعری یادم تو خب شعرش پرتو کی باز خواسته دی وطن کی میکنه برو ما اینمی تن و تن پوش سیاره تن و تن گوش هم خواندیم هیچ کس هم میراد نکده تو بگی امرو یک توتیشه آگیا آگیا دل چرانی آگیا آگیا موزیک موزیک ها فکر کدام موتر هستیم سعید یه خواندن همون تو رفت آمد داشت ما برای دیگه چی خدمت کنیم تشکر دیتا باشید آرزوی کدی نامزد نامزد خب در نامزادی خب باز مردم پسک میکنه آستا گپ میزنه او را باز چطور میکنی یک مده گوشت بگی در گوشت چی میگه چی گفت چی گفت میگه به خدا مولم خو یک گپ خوزد چی بود دمای بگو دمای چی گفت یا فکایی داشت بگو فکایی خود دو جمله دو کلمه نگفت چی رقم خب بگو خواهم فکایی را داشوقی زن کدی یا همون تو خواستگاری رفتم مادر والده صاحب توری یاد ندارم در مایک بگو داشوقی زن کدی
مادر جان رفته خواستگاری. مادرتان خواستگاری رفته دیگه ما میخوام که چیز در قابل زندگی میکنم. خب دیگه چیز یک سال دیگه وقت داریم خب. یک کار دیگه رسی کنی. وقت داره بررسی. عکس برده بودن؟ نه خیر نه. خودت برده بودن؟ نه خیر نه. خیلی چی رقم خوش کرده تو را؟ نادیده خود دختر خوش کردم. خود دختر خوش کرده؟ اما تو نادیده؟ نه محبت کردم. محبت اما تو نادیده؟ محبت کرده. بله. راضی هستی؟ باز رفتی خانه خسرتال را؟ بله. چی گفتم اول که دیدی چه قسم دید؟ مثلا این بسیار بچه خوب است، ما ایران میگیرم دیگه یک دوستی محبت میکنم. بارو خدا زندگی تا خوش داشته باشه تا آخر عمر. بابا جان سیاست مردم. بگه بار زنده باشی و خیر باشی. حال نمیره جلی صاحب. توفایی آمده صاحب. من جست میگم جلی صاحب چی کنیم؟ گفتیم خداحافظی نکنیم. ما خدافیزی میکنم دیگه. توجه تا تشکر کنم. راستی چند زن میکنی بازی را که گرفتی دیگه؟ هم یک تا زن میکنم باید از هم یکی قرضان مثل بسیار است. یک تا تایید تا. دو تا یا یک تا؟ دو تا؟ خیر آیورم از طرف تو دقیقی. از طرف تو دوتایی عروسی میکنم. زنده باش. آقای غازیار چی داره؟ پیش از این که یک آهنگ میهنی اگه بر ما لطف بکنن زمزمه بکنن باد. بچه شما آها من ارتباط پیشتر شما گفتیم که اشاره ترافیکی رو مراعات نکرد و مدکه پایه ساختگیش پرید. یک دو نفر وطندارا از ملیت شریف هزاره ما شیشه بودن. قرار این پیتایی سیل میکردن. این اشاره چراغ ترافیکی رو دید. سعی کرد گفت که مریدم مادلی گفت امی اشاره بچیه. گفت کدام شما میگی؟ گفت که امی سب چیزی بچیه؟ هره گفت سب چیزی میگه بور خیریته. خیریته سرگره. خب گفت امی زردشی بچیه؟ هره گفت زرد چی میگه دل تو مری دل تو نمری. خواه گفت امی سرخشی بچه گفت سرخشی بایه که اگر رافتی زن تو بیوه موشه. یک وقفه کوتاه وطندارای عزیز اگر نه زن شی بیوه موشه. وطندارای عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم. آقای غازیار به ارتباط فکایی شما میگه دو بوله جنگشان خست. بله. هم یکی از این زور بود دیگه شاجزه کن بودی رو کمی یک بکسد نزن نگفت. باز گست دیگه نزن گفتم که نزن نه. باز گست دیگه دو پیشانی زد نزن دو پیشانی ما نه گست دیگه. آخر دیگه همی دیگر از زور داد. گفت اگه با چه مرد استی دو بکس خورده یک جای دینه. توفی دارین به برنامه؟ بله جلی صاحب توفه داریم. جوره است یا جدا جدا؟ جلی صاحب از ما امی روند ما قسم است که ما میشان گفت جوره میخوانیم. جوره میخوانیم. خوبه؟ یک تیر دو پاختک. بسیار خوب بله. خوب است؟ خوب است. آها چی میخوانین؟ جلی صاحب ما و اشرف برادرم به نظر یک دیگر خود یک پرچانگ را خواندیم که هنوز در افغانستان کسی او چیز را نخوانده بود. خیر ببینی که برای عروس و داماد زیاد چیزا جور شد. مثلا برای کی جور شد، برای چیزا جور شد. ما یک چیز خواستیم که برای اسپن بخونیم
مثلا به عروس داماد بعضی عروسی ها اسپند میکردن نظر نشن دیگه بر ما میگفتن که ولایت یک پرچنگ باشه باز مثلا کسی یگان نبود ما خواستیم هم یک پرچنگ جور کنیم که به عروس داماد باشه که اسپند میکردن نه و خیر یک مراسم که دیگه اضافه شد در خرج توی در خرج توی نیستی در خرج چی دسته میمانایی که میایه خونمون بالاخره خرجش سر داماد میشه همون رسانی اسپند اون سر داماد بربو و عروس دود کنن والا همین اسپند و بربو که از بچه اما بچه خالستن بچه ماماستن خب است مشنوه بربو هم راه اسپند یا بربو نیست بربوش خیلی بخیر بربویش بعدن فعلا اسپند بیارین اسپند را رسم وطن را بیارین اسپند را رسم وطن را مبارکی بگوی ماه خوش قدم را بیارین اسپند را بیارین اسپند را خینه بندان است همه یاران است خینه بندان است همه یاران است چشم روشن ببینی یاری گل بدن را بیارین اسپند را بیارین اسپند را چشم بدور باشه دشمن و کور باشه غم و درد و جدایی از همه دور باشه چشم بدور باشه دشمن و کور باشه غم و درد و جدایی از همه دور باشه خدا مرایی کنه جوان وطن را بیارین اسپند را بیارین اسپند را بیارین اسپند را رسم وطن را بیارین اسپند را رسم وطن را مبارکی بگوی ماه خوش قدم را بیارین اسپند را بیارین اسپند را دخترها و بچه ها کفزنه اما یک شاب پسیرایی روه هم صدا و هم نوا دخترها و بچه ها کفزنه دم یک شاب پسیرایی روه هم صدا و هم نوا روی میدان بیارین داماد خوش رنگ را بیارین اسپند را بیارین اسپند را بیارین اسپند را رسم وطن را بیارین اسپند را رسم وطن را مبارکی بگوی ماه خوش قدم را بیارین اسپند را بیارین اسپند را خیره بندان است همه یاران است خیره بندان است همه یاران است چشم روشن ببینی آی گل بدن را بیارین اسپند را بیارین اسپند را اسپند بلابند با قشای نقشبند چشمنز چشم جنس همسایای گرد و پیش بند 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 آلی اسپند هم باز میگین بیارم اونجا در وقت خینه بندان برای شاوارس خب ما نمیگیم بیار میگی بیارین اسپند خودت تو پیش ازش میفهمن که بیارن خب این همون را گاورد رو سری آتش مندازه و یک ذره تو چرام میکنه کل کالای آرس بسوزه ای دیگه تاوان
نه بازار چیزکایی بسیار مقبول داره که دیگه نمیخواد که از چیزک نمیریز از بغلش. خال کدام ماشینک برای جو. یک استایل نو آمده. بیتی یک سرا. اون یک گروه را ما میشناسم میگن سیگریتی میزنن. وا در چین فرمایش داده که چشمای دکدن تمام روز بعدا معلوم میشه کلکای ما بیخی خراب شده. کدام ماشینک برایشان جور کرده قلم تراش واری چرس مندازه کر 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 این. این ماشین اسفند نامینه من نو دیدم والا در عروسی یک نفر دو دفعه رفتین که دو عروسی کده باشه یا سه عروسی زن یا مرد والا در وقتی که ما در پروگرام های عروسی در اون وقت زمان میرفتم ایتو بیاد ندارم ایتو بیاد دارم که مثلا یک آدم دیدم یک دفعه در هتل کابل ما پروگرام داشتیم رفیقای ما یادشان بخیر این بچه‌ها مبین جان اکبرست کالمی میخوانن نجیب جان اکبرست میخوانن یادی جوانکای نازنین بودن همراه ما اونجا می آمدن برادر کلانشون محمد شاه اکبرست جاز مینوا همین بصیر ننگلای استاد ننگلای فرزندش گیتار میرفت رفیق حبیبی بیس گیتار میزد رولای روی این کالمی میخوانه این کیبورد نواز ما بود دیگه یک مدت تایر شما و همراه ما گیتار میزدن جوانا هم کاری میکنن مثلا بودن اونجا یک آدم دلیشی را پوشیده بود دلیشی هم سرازی بسیار خنده میکرد خیر ببینید سرم تاس خودش هم یک 70-75 ساله آدم دیگه مسواره بله من فکر کردم که این آدم تا بالا میره و میاد هتل کابل و میمانا کمد من تو فکر کردم که این یا دریور از فامیل است و یا صاحب این اینجا کدام ری سفیر از فامیل است خاص یک وقت وقتی که گفتن آروز داماد آمده آسابرو کمی آسابرو رو میخوانم که چشم لوچ میکنی کمو کل کمی میبینم که همین بدبخت که یک دختر بسیار حسینه که خدا شاهد است و مقبولی و زیبایی که من دیده بودم دیگه تال یاد من نمیره هسته که زورم دادم مادر راسته گفتم او بدبخت شوی سرایی خب همین بیا ما رو بتمیالم سر وقت است او وقت مجرد بودیم بلا هست او وقت مجرد بودیم پاساق پرسان گوی میلیونر است گفتم خاک دم سر میلیونی جم دختر چی سونه چی ازی ببینه که دلش خوش راه پیسی چی بدنش میخوره این بدبختی ها رو منگس میگه که چوچه خود در سر نمی داماته که شما میگن شیشته بود چوچهش گفت مادر توش نشدیم گفت بچیم در یکی تو دشت به خدا ماندی که نه هوس نه جنگل است تو شو آمد دیدیم صرف در یکی از هتل‌ها که امی گلفروشی هایی که در این شهر نوستن اکثر از اینا خود اون یکان جای گشتم هم می داشته باشن حالا نتون دیگه حالا شاید گشتم داره گشتم هم گریخته باشه گشتم ها داره این سر همی گشتم ای که توکلی گل سر عروس یا پار آوردن همی در توکلی گل ای سرد بوده ای پرسان که گرم گشتم ها زنده شده عروس 5-6 گشتم نیست از غیرت صدای خود نکرد تا که زوف کده افتاده و قفا زن عروس همی کله یا دیگه عروس نه دیگه عروس بله این شوارم دیدیم بله سر این شوارم دیدیم کاش که همون گشتم همی کله میگذید در کلای این شوارم دیدیم سر که عروس آمده که هتل داماد آمده مصرف خودم کده عروس نامده جنگ شده سر کدام چیز جنگ کردن مادر دختر خود برای گفته بر پدرتون که عروسی تمام یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از زود باز وطندارای نهایت عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم آقای غازیار میگه یک دوتا نامزادها بودند و بچه گلکت گفته گپای عاشقانه نمیزنی همین دختر گفته عزیزم تو با گوساله چی فرق داری؟ یک دفعه برو بابا تو گپا میزنی با قرآن من رفتم برو بیا گفتال چقدر کار میشی خب بگو که هیچ فرق نداری ابو عارس چرا کار کرده بود؟ گپش چی بود؟ برات معلوم شد آقای غازیار؟ والا عارسی تو بود که داماد برش گفته بود که خوشو گفته بود که پیران عارسی را یه نمیره دخترم انتخاب کردم میپوشه او بخل مگذاره یک لسلق خوره بود داماد گفت فهمیره نباشه یک پیران عارسی مقبولتر در سنگین که خیاطش دوز نبوده باشه تکره پوره را دانده باشه این نمیره پوشه اونمو بود که خوشو قار کرده شد گفت تو از حال سر دخترم مستقیر جایی که بگیریش چی اونجا هتل ساز اما شروع مردم آمده چقدر مصرف
دست دختره گرفت رفت داماد که برو کسی پیام آقای سانمان برای من قصه کرد گفت در خارج من در توی یک زنکه گفت در 5 تویش رفتم زنم یکی شوی تبدیل شده میرفت داروسی 5مش رفته بله. بازه سانمان گفته اگر یک شوی دگام کنم میای داروسی یعنی در 6م ای گفته فقط مرا نگی دیگه کمیت 10 دفعه این تو برنامه عروس فیلم شد ما دیدیم در اونجا خب که داماد عروس آمده وقتی که داماد چسبیدن عروس قرار است کالا چسبیدن خود جنگ کردن خود جنگ کردن بله واضح تر بگوین گفت جنگ کردن سر کدام موضوع عروس قراره که کالای عروسی کجده و سنداخت آمده یک پلون کاوبوی پوشیده که پیران در آمد در سالن گفتم شاید تو فکر کنین یک پارتی است نه داماد است نه عروس است نه دیگه است شما میهمان مزه مصرف هم از داماد پادشاهی عروس کرد ایران مسئله بدید از دیگه پا بسیار در پارتی های ما شما در پارتی های ما شما در پارتی های شما نه خب عروسی دوم تن ندادین گفتین نمیگیریم دیگه ولی دیگه سه حالی هم دلتان نیست اگه نه جوان هستین حالا همون کلک قصه شکلین دو که زن کده دیگه شما این حال از فکر کو خب اگه کدام پر پیمان پیدا شد که پردی ما در پولیس آقا یک کاری اما توش نکرد یا باز ماتل شده کدام کل بیای اما تو سنش پخته اگر یکی توش نکرده گوشت نکرده که یا بشتری مبارک از چیز خیر نمیبینید خیر نمیبینید قربان شما همه قبول کنید که بار از خانه بیابرو میسازید خواهش میکنم سرشی میگه خب حتما اونا اعتماد دارن اطمینان دارن که آقای قاضیار توی کار نمیکنن خب میفهمن که دیگه حال ما صاحب فیوزگل هستیم خب میفهمن که دیشا حال نیستیم و در این زمان برای خود سم هستیم بسیار خوب بسیار خوب از به جوانی هم آمده بودیم می خانم ها یک ذره در باورشان ساده هستند بسیار خدا هم اینجا دیگه گرفته باشی حالا ناخونت نه والا اگه بگیرم شما را اول خبر میکنم خب آسه مرا خبر نکنی کل دنیا را سرت خبر میکنم همین گپ یک وقفه کوتاه و زود برمیگردیم وطندارای نهایت عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم فکر میکنم برنامه‌ام در خط قرمز رسیده انشالله آقای قاضیار جان ما برای برنامه ما برای بیننده ها توفی در نظر داری یک آهنگ بسیار خوب براتون میخونم قطغری است خوب است دیگه مست است کمه بله خب پارچای شادم ما دارم البته تنها ما پارچای میهنی تو نیست که ما سراپا گوش هستیم و مشتن یک دنیا تشکر
خنجر خنجر خوشگلی خوشگلی بسیار مقبول آقای قاضی. تشکر جلال سید. مستان بود. میتان آدم رقص هم دهی اجرا بکنه. گلسم گلسم دلبر دلبر چی شاداری ساغر ساغر کمپوز تصیف از استاد شادکام عزیز برملوت مشگانداری خنجر خنجر. ما گفتم شما هم در رقص مندازینش، خب فضل خدا نشد که گلسم بیا برقص. بله نه کارا دیگه با این وقت ماسای دست را نرفتیم سبب کارای ما اتفاق تشکر میکنیم از هر سه مهمان ما. قدم رنج فرمودین، برنامه ما را رنگین و رنگین تر ساختین، لطف کردین. زنده باشین. به اجازه شما با بسته های مهمانی روشن کردیت بیشتر به دست آورید. بسته مهمانی 125 افغانی هفته‌وار روشن را فعال نمایید و 165 افغانی کردیت به دست آورید. بسته مهمانی 250 افغانی هفته‌وار روشن را فعال نمایید و 350 افغانی کردیت به دست آورید و با فعال نمودن بسته مهمانی 450 افغانی هفته‌وار روشن 700 افغانی کردیت به دست آورید. همین حالا 555 را دایل نمایید و برای فعال سازی بسته های دلخواهتان کلید 6 را فشار دهید و لحظات مهم زندگیتان را با عزیزانتان شریک سازید. روشن جان نزدیک شدن. الله. شرکت عالیفرد با بیش از 35 سال تجربه بزرگترین تولید کننده آب میوه های طبیعی، شربت آب میوه های گازدار و نوشیدنی مالت در سایز ها و بسته‌بندی های متفاوت از ایران می باشد که لذت و سلامتی را برای شما به ارمغان می آورد. سنیچ و دیگر هیچ. A plus Life Korean Red جنسنگ انرژی درینک. A plus Life ساخت کوریای جنوبی. ریسیورهای دیجیتالی خورشید، اگر می خواهید کیفیت نو را تجربه نمایید، ریسیورهای دیجیتالی خورشید تصویر و صدای شفاف را به خانه های شما می آورد. وطندارای نازنین، تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه ما شد.